سلام دوستان عزیزی که این فیلم رو میبینن، لطفا یه ذره اندکی تفکر کنن. یه خورده این هوای باباهای زیاد پرسن سال رو که ندارن داشته باشیم. باباهای 10 50 40 اینا که ماها باشیم، نه بچگی کردیم نه چندان جوونی کردیم، خیلی سخت گذشته. حوالی اطراف ما توی این 6-7 ماه اخیر 7-8 نفر پدر به زندگی خودشون خاتمه دادن، با هر کدومش 2 تا 3 تا بچه. خیلی سخته که آدم از همه چی بگذره و این کارو بکنه. یه خورده شما الان سوادتون بیشتره، شما نسل زدید و اطلاعاتتون بیشتره، ذهنتون بازتره. یه راه حلی پیدا کنیم که به این راه نریم. ممنونم.